چطور کشوری که خودش زمانی میزبان پناهندگان اروپایی بود الان بیش از 9 میلیون نفر از شهروندانش به سایر جهان پناهنده شدن؟ این داستان ونزوئلا و سوسیالیسم قرن 21. چند وقته که ونزوئلا در صدر اخبار قرار داره و به تازگی هم احتمال حمله آمریکا به این کشور مطرح شد. از اونجا که اینجا شرق وحشیه و ونزوئلا هم از لحاظ ایدئولوژیک و متحدانش در این جبهه قرار میگیره، تصمیم گرفتم که امروز از زیرزمین اینترنت طبقاتی درباره میراث مادورو در این کشور و صد البته استادش هوگو چاوز صحبت کنم. شاید تکراری ترین جمله‌ای که درباره ونزوئلا گفته شده باشه اینه که ذخایر نفت و گاز این کشور از عربستان سعودی هم بزرگترند. یعنی از این لحاظ رسما شماره 1 جهانه. تازه علاوه بر اینها معادن طلا هم کم نداره. پس اینجاست که این سوال پیش میاد چرا کشوری با چنین معادن و منابعی اینقدر فقیره؟ ماجرا زمانی عجیب تر میشه که بدونیم توی دهه 1950 ونزوئلا از لحاظ تولید ناخالص داخلی کشور شماره 4 جهان بوده. یکی از اقتصاددانان ونزوئلایی میگه حتی توی اون دوره هم کشور ما اقتصاد چندان بازی نداشت و بازار آزاد اینجا وجود نداشت به اون شکل، اما بازار اجازه داشت نفس بکشه و بعضی چیزها رو مشخص بکنه، از جمله قیمت رو. و میگه توی همچین فضایی که کارگرها از اسپانیا، از پرتغال، از ایتالیا به ونزوئلا میان تا در این اقتصاد چیزی به دست بیارن. اقتصاددان دیگه‌ای از همین کشور ونزوئلا میگه در سال 1973 دولت ما هیچ شرکتی نداشت و اون موقع رشد اقتصاد ما رشد نقطه به نقطه اقتصاد ما 6.5% بود. اما از همون موقع زمانی که کم کم اقتصاد شروع میکنه به سوسیالیستی شدن و دولتی شدن، ما میبینیم که اقتصاد این کشور هم افت میکنه. مقایسه ونزوئلا و شیلی میتونه اطلاعات بسیار جالبی رو ما نشون بده. در همون سال 1973 تولید ناخالص داخلی سرانه ونزوئلا 2 برابر شیلی بوده. اما هر چقدر که اقتصاد ونزوئلا بسته تر میشه و اقتصاد شیلی بازتر میشه، وضعیت بیشتر تغییر میکنه و همین نمودار به ما نشون میده که کدوم تفکر اقتصادی چه نتایجی رو به بار میاره. با بدتر شدن وضعیت اقتصادی در ونزوئلا در سال 1992 سرهنگ دوم هوگو چاوز رهبر یک گروه مخفی به نام جنبش انقلابی بولیواری با الهام از فیدل کاسترو و ایده های فیدل کاسترو اقدام به کودتا میکنه. در حالی که دوستانش در دیگر شهرها به اهدافشون دست پیدا کردن، هوگو چاوز در کاراکاس پایتخت شکست میخوره و ازش یه ویدیو هست که پایان کودتا رو اعلام میکنه و اونجا داره به دوستانش میگه که رفقا، ما نتونستیم اهدافمون رو در پایتخت محقق کنیم. و البته برای این جمله از یک قید استفاده میکنه، میگه فعلا نتونستیم اهدافمون رو محقق کنیم و همین فعلا باعث محبوبیت و شهرت هوگو چاوز میشه. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. بعد از این هوگو چاوز دستگیر و راهی زندان میشه و 2 سال بعد، بله فقط 2 سال بعد، با عفو میگیره و از زندان بیرون میاد و با اعتباری که به عنوان یک فرد ضد سیستم و خارج از سیستم برای خودش جمع کرده، وارد فضای سیاسی ونزوئلا میشه و شروع میکنه به کارزار سیاسی راه انداختن و اون جنبش انقلابی بولیواری رو هم تبدیل میکنه به جنبش جمهوری پنجم. طی سالهای بعد هوگو چاوز سعی کرد پایگاه طرفدارانش رو در بین کارگران و فقرای ونزوئلا افزایش بده. تازه روایت کودتا رو هم تغییر داد. میگفت کودتا نبود که، من یک کارگر فقیر بودم که علیه ظلم و نابرابری انقلاب کردم، قیام کردم و شکست خوردم. و بعدش توی این فضا بود که تونست محبوبیتی به دست بیاره برای خودش و در سال 1998 نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد و البته مردم هم انتخابش کردن و برنده شد. چاوز میخواست با چیزی که اسمش رو سوسیالیسم قرن 21 گذاشته بود وضعیت ونزوئلا رو متحول بکنه. سیاست‌های پوپولیستی رو افزایش داد، اقتصاد رو بیشتر از قبل دولتی کرد و دولت رو هم بزرگتر کرد. پول این کارها رو از کجا می آورد؟
فروش نفت و استخراج. شانس چاوز این بود که زمانی که به ریاست جمهوری انتخاب شد قیمت نفت حدوداً 10-12 دلار بود، اما بعد از انتخاب شدنش به ریاست جمهوری قیمت نفت روز به روز بیشتر میشد و تا سال 2008 به بشکه حدوداً 150 دلار رسیده بود و به این ترتیب چاوز پول بسیار زیادی به دست آورد که با اون پول عملاً میتونست رضایت مردمش رو بخره. ما نفت میفروشیم و کالا وارد میکنیم و غذا وارد میکنیم تا شما راضی باشید و اینجوری تونسته بود بخشی از مردم رو راضی بکنه و البته در صحنه بین المللی هم حامیانی پیدا کرده بود، از بازیگران هالیوودی مثل شان پن تا تحلیلگران سیاسی مثل نوام چامسکی و حتی استیگلیتز اقتصاددان برنده جایزه نوبل. توی این سالها چاوز تا جایی که تونست اقتصاد رو دولتی کرد. چطوری؟ این که توی همون سال 1999 افتاد دنبال تغییر قانون اساسی، چیزهایی رو که میخواست توی قانون اساسی اضافه کرد و البته اختیارات قوه قضاییه رو هم کم کرد. دیدین الان ترامپ میاد یک دستور اجرایی میده و یه قاضی بهش میگه که رئیس جمهور حق نداره چنین کاری بکنه و عملاً میزنه توی دهن رئیس جمهور. همچین گزینه‌ای برداشته شد. نفوذ رئیس جمهور در قوه قضاییه بسیار بسیار بیشتر شد و بعدش هم مداخلاتش در اقتصاد شروع شد. ملک مصادره میکرد، قیمت ارز رو تغییر میداد، قیمت کالاها رو مشخص میکرد، فروشگاه دولتی راه مینداخت با نرخ دولتی و عملاً به کارخونه ها میگفت که قیمت تمام شدهتون باید انقدر باشه. کالا تولید میکنید، سقف قیمتی براشون مشخص میکرد، از اینقدر بیشتر حق ندارید بفروشید و به این ترتیب بود که کارآفرینان یا فرار کردن از کشور یا دارایی هاشون مصادره شد. اصلا یه برنامه داشت چاوز توی تلویزیون به اسم برنامه الو رئیس جمهور. مردم زنگ میزدن و پیشنهاد مصادره میدادن، همه چیز رو هم مصادره میکرد، از ملک تا کارخونه و نگرانی هم نداشت چون پول نفت داشت. این بخشای اقتصاد تعطیل میشن، این بخشای اقتصاد ناکارآمد میشن، اشکالی نداره، من پول نفت دارم، با اینا جبران میکنم. Bien bonito. Ese edificio ahí que es, ese es un teatro antiguo, ¿no era? Ajá, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Sí, en este momento está en manos. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Expropiese. Bueno, presidente. Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Por lo tanto, Expropiese, señor alcalde. Expropiese. Expropiese. Tenemos que convertir, hola Jorge, ¿cómo estás? Tenemos que convertir esto en un gran centro histórico. Centro histórico, que lo es, pero retomar un proyecto arquitectónico, histórico del... Bueno, estamos en el corazón de Caracas. توی این وضعیت شرکت نفت ونزوئلا تبدیل شد به ستون فقرات اقتصاد این کشور و خب مثل باقی کشورهای سوسیالیستی آقای رئیس جمهور، ژنرال‌های ارتش و دوستان و افراد وفادار به خودش رو در اونجا گذاشت تا اونها وضعیت رو اداره بکنن و کسی خبر نداشته باشه که اونجا چه خبره. اوضاع چنان خراب شد که تولید نفت از 3.5 میلیون بشکه به 1 میلیون بشکه رسید، چیزی که شاید فقط بشه گفت در اثر جنگ میتونه رخ بده. و البته در این سالها چاوز استادش فیدل کاسترو رو هم فراموش نکرده بود، هم به کوبا نفت ارزون میداد و هم مقداری نفت میداد تا کوبا بفروشه و بتونه مخارج کشورش رو تامین بکنه و به جاش پزشک برده وارد میکرد توی ونزوئلا، چیزی که این خودش میتونه موضوع یک ویدیوی دیگه باشه. سال 2013 هوگو چاوز در اثر سرطان مرد و جانشین دست نشونده‌اش نیکولاس مادورو کشور رو در دست گرفت و در اون زمان که نفت دیگه همچین قیمتی نداشت، مادورو موند و تعهدات سیاست‌های پوپولیستی چاوز و اقتصادی ناکارآمد و بحران زده، در حالی که دیگه کارآفرینی نبود که بتونه ثروتی تولید بکنه و درآمدهای نفتی هم نمیتونستن اون سیاست‌های پوپولیستی رو تامین مالی کنن. نتیجه چاپ پول، تورمی که به 26,000% رسید
عملاً مردم برای خرید هر چیزی باید دسته دسته پول نقد می‌بردن بیرون از خونه تا بتونن چیزهای خیلی عادی مثل سیب زمینی یا مرغ بخرن. This cup of coffee in a way encapsulates the drama of the Venezuelan crisis. Today, you need this amount of money to buy this cup of coffee. But the inflation has been so out of control in Venezuela in recent years that today, this is the equivalent of what I had to pay 15 years ago for a one-bedroom flat. و البته این پایان داستان نبود. در نهایت حتی شما با اون دسته های زیاد پول هم نمیتونستین چیزی بخرین، چون کالایی وجود نداشت. مردم ونزوئلا که زمانی انقدر ثروتمند بودن که در آمریکای لاتین معروف بودن به 2 تا بخر، چون انقدر پول داشتن که از همه چیز 2 تا بخرن، برای غذا دسته دسته مهاجرت میکردن به کشورهای همسایه و بحران پناهندگانی به وجود آوردن که مثلا همین الان توی شیلی میگن جیببرهای شیلیایی شغلشون رو به خلافکاران ونزوئلایی باختن. چرا؟ چون هیچ چیزی توی ونزوئلا گیر نمیاد. برای اینکه بدونید که این قحطی که دارم صحبت میکنم چقدر فجیعه، اجازه بدین یک تیکه رو از کتاب چرا سوسیالیست نیستم نوشته رند پال بخونم. بخش‌های بیمارستانی به محل تلاقی نیروهای متلاشی کننده ونزوئلا تبدیل شدند. در بعضی بیمارستان‌ها اثری از دستکش و صابون نیست. معمولاً داروهای سرطان فقط در بازار سیاه پیدا می‌شود. برق چنان کم است که دولت فقط 2 روز در هفته کار می‌کند تا در مصرف انرژی باقی مانده صرفه‌جویی شود. در دانشگاه بیمارستان آدنس در شهر کوهستانی مریدا آب کافی برای شستن خون از میز جراحی وجود نداشت. پزشکانی که برای جراحی آماده می‌شدند دستانشان را با بطری‌های آب گازدار تمیز می‌کردند. دکتر کریستیان پینو از جراحان بیمارستان گفت مثل قرن 19 است. و این کتاب میگه مردم ونزوئلا در اثر قحطی، در اثر کمبود مواد غذایی به صورت میانگین نفری 9 کیلوگرم وزن کم کردن. حالا ممکنه بگین توی چنین وضعیتی مردم ونزوئلا کجا بودن؟ چرا صدایی ازشون در نیومد؟ بعد بگم که مردم ونزوئلا همه چیز رو امتحان کردن. درسته. اشتباه کردند. به چاوز و سیاست‌های پوپولیستیش رأی دادند. اما مسئله همینجاست. اینها با رأی میان سر کار، اما بعد نردبون رو میندازن و دیگه نمیشه پایین کشیدشون. همونطوری گفتم وقتی چاوز به قدرت رسید اصلاحات قانون اساسی رو شروع کرد. در واقع تغییرات قانون اساسی رو شروع کرد و یک همه پرسی برگزار کرد. و مسئله‌ای که وجود داشت اینه که برای همه مناصب انتخابی کشور یک دفعه انتخابات برگزار کرد. خود چنین انتخاباتی مشکل داره. اما نکته جالب‌تر اینه که چاوز برگشت گفت شورای انتخابات کشور مشکل داره، صلاحیت برگزاری این انتخابات رو نداره، بعد تغییراتی درش ایجاد کنیم و اونجا رو هم پر کرد از طرفداران خودش. در این مدت مخالفان چاوز اعتراض می‌کردند ولی جایی نبود که بتونن حرف بزنن. چرا؟ چون تمام امکانات دولتی و رسانه‌ها در دست چاویست‌ها بود، در دست طرفداران چاوز بود و اگر کسی مخالفت می‌خواست بکنه اولا تهدید می‌شد، دوما جایی نداشت که اعتراض بکنه. توی اون تغییرات قانون اساسی چاوز با حدود 60% از آرا برنده شد. بعدتر در سالهای 2001 و 2002 ونزوئلا شاهد اعتراضات و اعتصاباتی در بخش صنعت بود. اعتراضاتی که به جایی نرسید. بعد از اون نوبت کودتا شد. کودتا در ابتدا موفق شد، چاوز رو دستگیر کردن، اما بعدش دو دستگی بین کودتاچی ها اتفاق افتاد و چاوز مجددا آزاد شد و به ریاست جمهوری برگشت.
بعد از این میرسیم به سال 2004. مطابق قانون اساسی ونزوئلا بعد از گذشتن نیمی از دوره ریاست جمهوری مردم میتونن درباره ادامه دوره ریاست جمهوری یا تمام شدن ریاست جمهوری رئیس جمهور رفراندوم برگزار کنند. اپوزیسیون کارزار گسترده‌ای به راه انداخت و شروع کرد به امضا جمع کردن برای برگزاری رفراندوم. زمانی که امضاها به حد نصاب رسید، اون رو به شورای انتخابات کشور ارائه دادن که گفتیم آقای چاوز دوستاش اونجا گذاشته بود و اونا هم گفتن که قبول نیست. گفتن امضاها مورد داره. اعتراضات خیابونی صورت گرفت، بعدش مذاکراتی بین اپوزیسیون و شورای انتخابات و بعدش قبول کردن که باشه رفراندوم برگزار میکنیم. رفراندومی که توی دوره انتخاباتش تبلیغاتش باز هم همه منابع دست چاویست‌ها بود و کسی نمیتونست اعتراض بکنه. و البته دولت اومد یک کاری کرد، اون لیست امضاها رو هم عمومی منتشر کرد و بعدش حتی کسانی از دولت مثل یکی از وزرا گفتن که هر کسی که اسمش توی این فهرسته باید اخراج بشه و افرادی به خاطر امضای اون فهرست، به خاطر امضای درخواست برگزاری رفراندوم از کار بیکار شدن و همین باعث یک فضای رعب و وحشت شد. با این همه مطابق نظرسنجی‌های قبل و بعد از رفراندوم کار آقای چاوز بس تموم می‌شد. رفراندوم برگزار شد، طرفداران آقای چاوز آرا رو شمردن و گفتن که 60% مردم رأی دادن که چاوز به کارش ادامه بده. بعدش هم اعتراضات خیابونی شد و البته معترضین سرکوب شدند. سال 2006 رسید، انتخابات بعدی ریاست جمهوری که قرار بود دور دوم و دور آخر آقای چاوز باشه برگزار شد. باز هم در همون فضای ارعاب، باز هم منابعی که فقط در دست چاوز و طرفدارانش بود، انتخابات برگزار شد و دوباره اعلام شد که چاوز برنده انتخابات شده. باز هم ادعاهای سوء استفاده از منابع دولتی و تقلب مطرح شد، اما این بار اعتراضات شدیدی شکل نگرفت. سال 2008 توی ونزوئلا انتخابات دیگه برگزار شد. نه انتخابات ریاست جمهوری بلکه انتخابات حکومت‌های منطقه‌ای. اون موقع بود که وقتی نتایج اعلام شد، مردم کاراکاس و چند منطقه دیگه دیدن که نامزد اپوزیسیون، کسی که بهش رأی دادن، انتخاب شده و اینجاست که آدم امیدوار میشه که بالاخره میشه با رأی حرفمون رو به گوش قدرت برسونیم، بالاخره میتونیم با رأی وضعیت رو عوض کنیم. اما نه، آقای چاوز اگرچه این آرا رو به رسمیت شناخت، اومد نهادهای موازی درست کرد که باعث میشد نهادهایی که اپوزیسیون منتخب مردم داخلشون بودن عملاً قدرتی نداشته باشن. بعد از این سال 2009 آقای چاوز یک رفراندوم دیگه برگزار کرد، رفراندومی که میگفت محدودیت‌های دوره ریاست جمهوری رو می‌خوایم حذف بکنیم. باز هم همون فضای ارعاب، باز هم استفاده از منابع دولتی و باز هم انتخابات ناشفاف، غیر شفاف. نتیجه این شد که محدودیت‌های دوره ریاست جمهوری حذف شدند. حالا چاوز رئیس جمهور ابدی ونزوئلا بود، تا ابد میتونست رئیس جمهور بشه و اینجا بود که دیگه اقتدارگرایی چاوز کاملا تثبیت شد. سال 2012 انتخابات ریاست جمهوری بعدی، باز هم آقای چاوز، باز هم همون داستان ارعاب، انتخابات غیر شفاف، استفاده از منابع دولتی و باز هم انتخاب شدن آقای چاوز. و البته اینجا بود که بالاخره سرطان تونست چاوز رو متوقف کنه و در سال 2013 چاوز مرد. Llamamos al señor Mahmoud Ahmadinejad, presidente de la República Islámica de Irán. سال 2013 انتخابات دیگه‌ای برگزار شد. در نهایت دولت اعلام کرد که مادورو با 1.5% اختلاف رقیبش آقای کاپریلس رو برده.
باز هم همون ادعاهای قبلی درباره عدم شفافیت، درباره استفاده از منابع دولتی و چیزهای این چنینی مطرح شد و البته در بین اسامی کسانی که رأی داده بودند بسیاری از اسامی متعلق بود به کسانی که در سالهای پیش مرده بودند و خب شورای انتخابات ملی که دست رفقای آقای چاوز و مادورو بود همه شکایت‌ها رو رد کرد. سال بعد، سال 2014 ونزوئلا در صدر جدول شاخص فلاکت قرار داشت. دومین تورم بالای جهان رو داشت و اپوزیسیون کمپین همبستگی به راه انداخت. یکی از رهبرانش همین خانم ماچادو بود که الان به عنوان رهبر اپوزیسیون ازش یاد میشه در ونزوئلا. مردم با نافرمانی مدنی، با تحصن، با اعتصاب، با اعتراضات بدون خشونت اعتراض کردند و چند ماه این اعتراضات طول کشید. چند ماه اعتراض خیابانی نتیجه‌ای نداشت جز کشته شدن مردم و زندانی شدنشون. سال 2015 انتخابات پارلمانی انجام میشه توی ونزوئلا و 2/3 کرسی ها میرسه به اپوزیسیون. آقای مادورو هم نتایج رو به رسمیت میشناسه، اما اتفاقاً چون دقیقاً میدونه این کار یعنی چی، میاد باز هم نهادهای موازی ایجاد میکنه تا پارلمان هم نتونه جلوی کارش رو بگیره. 2 سال بعد، سال 2017 باز هم چند ماه اعتراضات خیابانی علیه بحران اقتصادی انجام میشه و همینطور علیه بیقانونی هایی که آقای مادورو داره انجام میده، کارهای غیر قانونی که داره انجام میده و باز هم سرکوب و باز هم نتیجه‌ای حاصل نمیشه. سال 2018 یه انتخابات ریاست جمهوری دیگه، باز هم مادورو اعلام کرد که برنده شده. Gracias por sobreponerse a tantas agresiones, a tantas mentiras. آش انقدر شور بود که ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چند کشور بزرگ آمریکای لاتین اعلام کردن این انتخابات مشروعیت نداره. رهبران اپوزیسیون یا توی زندان بودن یا رد صلاحیت شده بودند و اجازه نداشتن نامزد بشن. بعد از اعلام پیروزی مردم به خیابون اومدن، اعتراض کردن، سرکوب شدند. چند وقت بعد توی رژه ارتش آقای مادورو داشت سخنرانی میکرد که صدای 2 انفجار اومد. Venezuela's president says there was an attempt to assassinate him in an explosion at a military event in Caracas. He looks upward as a loud noise is heard, and then military personnel are seen scattering before the live TV broadcast is cut off. کسی تلاش کرده بود با 2 پهپاد آقای مادورو رو ترور کنه، اما پهپادها در جای دیگه‌ای منفجر شدند، در همون نزدیکی. سال 2019 زمانی که دوره ریاست جمهوری مادورو تموم شد و مادورو میخواست اعلام کنه که دوره بعدیش رو میخواد شروع بکنه، رئیس پارلمان مطابق همون قانون اساسی درب و داغونی که مونده بود برای ونزوئلا اعلام کرد که انتخابات مشروع نبوده و مطابق همین قانون اساسی خودش رو رئیس جمهور اعلام کرد. بیش از 50 کشور جهان اون رو به عنوان رئیس جمهور به رسمیت شناختن و مردم هم توی خیابون حمایتش کردند. Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. وضعیت جوری بود که حتی ارتش ونزوئلا که عملاً مهمترین بازوی سرکوب چاوز و مادورو بوده و وفادارانشون در اونجا قرار داشتن، بخشی از ارتش هم اومد پشت آقای خوان گوایدو ایستاد. در نهایت
توی خیابون مردم، خوان گوایدو و بخشی از ارتش راهپیمایی کردند و باز هم کار به جای نرسید و باز هم سرکوب شدند. سال 2020 انتخابات پارلمان، باز هم رد صلاحیت و باز هم برنده شدن نزدیکان مادورو به دلیل همهگیری کووید که از چین شروع شد و همه جهان رو گرفت. اعتراضات کمجون بود. سال 2023 اپوزیسیون ونزوئلا بین خودش انتخابات برگزار کرد که برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی چه کسی رو نامزد کنه. خانم ماچادو با بیش از 90% آرا انتخاب شد. واکنش آقای مادورو رد صلاحیت، ما اجازه نمیدیم نامزد بشه. اپوزیسیون یک نامزد پوششی معرفی کرد. همه یک صدا پشت اون ایستادن و مطابق نظرسنجی ها برنده انتخابات بود. و البته این بار اپوزیسیون یک کار دیگه هم کرد. آرایی رو که در صندوق‌های در مراکز محل رأیگیری به صندوق انداخته میشد ثبت می‌کردن موقع شمارش. و این بار سند داشتن که بیش از 60% مردم به نامزد اپوزیسیون رأی دادن. اما خب چه اهمیتی داره؟ آقای مادورو یک بار دیگه اعلام کرد که برنده انتخابات شده. یک بار دیگه مردم به خیابون ریختن و یک بار دیگه کشته شدند، دستگیر شدند، زندانی شدند و در زندان هم کشته شدند. یکی بود میگفت که دموکراسی شیوه به قدرت رسیدن نیست، شیوه کنار رفتن از قدرته. معروفه که میگن سوسیالیسم با دموکراسی و صندوق رأی میاد سر کار، اما برای خروج از سوسیالیسم و کمونیسم دیگه صندوق رأی جواب نمیده، باید جنگید. یادم قبل از همین انتخابات آخر ونزوئلا یک مطلبی رو ترجمه کرده بودم و زمانی که این رو منتشر کردم نوشته بودم که به نظر میرسه این بار دیگه نشه تقلب کرد و شاید واقعا این پایان مادورو باشه. روز بعدش دوستی این رو دیده بود و بدون اینکه اسم من رو بیاره نوشته بود که چقدر باید ببینید و بخونید که بدونید سوسیالیسم و کمونیسم با صندوق رأی نمیره. و خب متاسفانه حرف این دوستم هم درست از آب در اومد. همه اینها رو برای این گفتم که بگم بله، مردم ونزوئلا یک بار رأی اشتباه دادن و بعدش سعی کردن با رأی اون رو جبران کنن و نشد. با کودتا سعی کردن جبرانش کنن و نشد. با رأی بیشتر سعی کردن جبرانش کنن و نشد. با اعتراضات خیابانی سعی کردن جبرانش کنن و نشد. سعی کردن بخشی از ارتش رو پشت خودشون بیارن، به قانون اساسی متوسل بشن و باز هم نشد. حمایت بین المللی رو به دست آوردن، اعتراضات مسالمت آمیز کردن، حتی سعی کردن رئیس جمهور رو بکشند و باز هم نشد. میگم اینها رو برای این گفتم که اگر به زودی یا در آینده دور به شیوهی مردم ونزوئلا از شر مادورو و رفقاش خلاص شدند، کسی نیاد بگه که نه بایستی یه جور دیگه اتفاق میافتاد، یا اینکه بعداً نگن که یه حکومت مردمی بود که مردم دوستش داشتن، یا کسی نیاد بگه که نه مردم بایستی اول آگاه میشدن، بایستی کتاب میخوندن، بایستی فلان میکردن. نه، مردم همه این کارها رو کردن و باز هم نشد. و سوالی که پیش میاد اینه که در چنین شرایطی چه گزینه‌ای مشروعه؟ شما بگید. به نظر شما چی کار باید کرد در این وضعیت؟ آیا میتونه این وضعیت توجیه کننده حمله خارجی باشه یا خیر؟ برای من جالبه که از نظر لیبرتاریانی مثل آین رند هم حمله به ونزوئلای مادورو مشروعه. آین رند میگفت کشورهای دیکتاتوری اعتبار اخلاقی خودشون رو از دست میدن و خودشون رو در معرض حمله مشروع کشورهای آزاد قرار میدن. و این خیلی مهمه که من میگه که کشورهای آزاد میتونن چه این حمله ای رو انجام بدن و خودش مثال میزنه، میگه که هر کشور آزادی حق داشت به آلمان نازی حمله کنه و البته مثالهای دیگه هم خودش بهمون میده، از جمله روسیه شوروی و کوبای فیدل کاسترو یا هر زندان بردگان دیگه. آین رند میگه کشورهای دیکتاتوری نمیتونن هیچ گونه ادعای اخلاقی نسبت به این حق حاکمیت داشته باشن، چون به صورت نظاممند دارن حقوق فردی شهروندانشون رو نقض میکنن. و البته این رو هم میگه کشورهای آزاد هم
وظیفه ندارن به بهای نقض منافع خودشون و شهروندانشون به این کشورها حمله کنن، اما آزادند هر زمانی که خواستند دست به این انتخاب بزنن و این کشورها رو آزاد کنن. و شرط آیین رند هم اتفاقا همینه برای مشروعیت. یکی این که اون کشورها خودشون آزاد باشن و به نظر آیین رند هم تفاوتی هست بین جایی که ممکنه آزادی ناقص اجرا بشه ولی به رسمیت شناخته میشه و جایی که کاملا بهش پشت کرده. میگه کشورهای دسته اول میتونن به کشورهای دسته دوم حمله کنن. و دو، میگه بسیار مهمه، یعنی ضروریه که اگر قراره این کشورها حمله کنن به کشورهای دسته دوم، بخوان اونجا یک نظام آزاد برقرار کنن، نظامی مبتنی بر به رسمیت شناختن حقوق فردی. اما برای اینکه ما بدونیم دقیقاً منظور آیین رند از کشورهای دسته دوم، کشورهایی که بهشون میگفت زندان بردگان و دیکتاتوری‌های قانون شکن چیه، خودش 4 تا شرط ما میده. میگه کشورهای دیکتاتوری 4 تا شرط دارن. 1، حکومت تک حزبی. 2، اعدام بدون محاکمه یا اعدام با دادگاه‌های نمایشی برای جرایم سیاسی. 3، مصادره و دخل و تصرف در اموال خصوصی. 4، سانسور. میگه هر کشوری که این 4 شرط رو داشت، هر گونه حمله بهش از جانب کشورهای آزاد برای برپا کردن یک نظام آزاد مشروعه. شما چی فکر میکنید؟ به نظر شما چنین شرط‌هایی کافیه برای مشروع دونستن حمله به چنین کشورهایی؟ بدون تردید ونزوئلای کنونی و کوبای کنونی کشورهای بردهدار هستند و متاسفانه دهه هاست مردمشون دارن زجر میکشند، مبارزه میکنند، حقوقشون نقض میشه و کشته میشن. در تمام این سالها، در سالهای قحطی، در سالهای سرکوب، در سالهایی که مردم ونزوئلا 1/3 مردم ونزوئلا فرار کردن از کشورشون، در سالهایی که مردم کوبا خودشون رو توی دریا مینداختن تا برسن به فلوریدای آمریکا و آزاد بشن و البته ممکن بود این وسط خوراک کوسه های دریا بشن، ما شاهد این بودیم که افراد زیادی ساکت بودن و اعتراضی نمی کردن. در این سالهایی که نفت ونزوئلا از چین سر در می آورد، نفت ونزوئلا به کوبا می رفت، چیزی نمی گفتند. اما حالا یک دفعه دارن اعلام میکنن که نگران مردم ونزوئلا هستن، نگرانن که نکنه آمریکا حمله کنه، نگران این هستن که نکنه جنگ بشه و مردم ونزوئلا کشته بشه. راستش اینجا در شرق وحشی من یکی باور نمی کنم که این افراد نگران مردم ونزوئلا باشن. اینها نهایتا نگران مادورو هستن، نهایتا نگران رفقای مادورو هستن و نگران آرمان شکست خورده سوسیالیسم خودشون هستن. اینجا شرق وحشیه و من برای مردم ونزوئلا آرزوی آزادی دارم. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید، در کانال عضو بشید و ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید. به زودی با ویدیوهای دیگه‌ای درباره وحشت‌های کمونیسم برمیگردم.